الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان و حضار محترم، همونطور که به استحضار شما بزرگواران رسید، در این جلسه قرار در مورد شبهاتی که علیه جماعت تبلیغ به وسیله بعضی از بزرگان ایراد میشه انشالله بحثی داشته باشیم. بدون مقدمه بنده میرم سر اصل مبحث. بزرگواری از ولایت قندوز افغانستان، ظاهرا اسم این بزرگوار به نام مفتی نعمان هست، بنا بر کتابی که بزرگان سلفی علمای دولت سعودی، که این بزرگواران اکثرا سلفی مسلکن و غیر مقلد تشریف دارن، متاسفانه این بزرگوار به نام مفتی نعمان اهل قندوز با استناد به کتاب القول البلیغ فی التحذیر عن جماعت التبلیغ تألیف محمود بن عبدالله توجری شبهاتی را علیه جماعت تبلیغ این بزرگوار وارد نمودن. البته این تنها کتابی نیست که علمای دولت سعودی در مورد علیه جماعت تبلیغ نوشته باشند. کتاب‌های دیگری زیادی نوشته شده. همینطور یکی از اینا اشاره میکنم، فتاوای ائمه اهل سنت سلفیین فی جماعت التبلیغ، این هم تألیف عبدالعزیز بن رئیس الریز هست. خب اینا سلفی مسلکن و غیر مقلدن. استناد این بزرگواران مبنا و اساس دلایل اینها چون که بر اساس مبنای مذاهب اربعه و خصوصا مذهب حنفی نیست. خب مسلمه، چون جماعت تبلیغ تابع مذاهب هستن و این بزرگان جماعت تبلیغ تابع مذهب حنفی هستن و اینا تصوف حقانی را قبول دارن. این یک چیز بسیار عادی هست که اینا بیانو علیه جماعت تبلیغ کتابی بنویسن. شما بزرگواران شاید خیلی از شما آشنایی داشته باشین که بزرگان سلفی مسلک ما، این بزرگواران نه تصوف را قبول دارن و نه تقلید از یک مذهب را که در نزد ما واجب هست این را قبول دارن. پس این یک چیز غیر عادی نیست. اما این بزرگوار برادر مفتی نعمان اهل قندوز آمدن و این بزرگوار با استناد به این کتاب های سلفی ها که این بزرگوار خودشون حنفی مذهب میدونن، تابع مذهب میدونن، تابع اصول مذاهب اهل سنت والجماعت خصوصا مذهب حنفی میدونن، آمدن و با استناد به این کتابی که سلفی علیه جماعت تبلیغ نوشتن وارد کردن شبهه یک چیزی هستش که غیر قابل قبوله. و چون از بنده در این مورد یعنی دوستی از دوستان ولایت افغانستان سیدی این بزرگوار را برای بنده ارسال نمودن که جناب مولی امان الله شما در مورد گفته های این بزرگوار چی میگین؟ اگه واقعا اینا درسته شما بگین که درسته، ما هم از جماعت تبلیغ کنار بکشیم. نه اگر گفته های این بزرگوار برخلاف مذهب اهل سنت والجماعت و خصوصا مذهب حنفی است، شما این مسئله را برای ما واضح بکنین تا انشاءالله ما با اطمینان بیشتری در راه جماعت و جماعت تبلیغ زحمت بکشیم. بنده از محبان جماعت تبلیغ هستم، لذا مناسب دانستم که در این مورد انشاءالله بنده توضیحاتی را ارائه بدم. و از اونجایی که این بزرگوار خودشون تابع مذهب حنفی میدانن و یک اصولی هم در ضمن سخنرانی خودشون برای ما بیان کردن، ما هم طبق اصول همین بزرگوار قراره که انشالله به رد شبهات این بزرگوار و جواب این شبهات این بزرگوار بپردازیم. ایشون در سخنرانی خود صاف اعلام کردن که بنده ما حنفی مذهب هستیم و همینطور مدعی هستن که ما با سند حرف میزنیم. اینطور نیستش که من بگم که من همینطوری حرفی از نزد خودم گفته باشم. حتی بالاتر از این گفتن که تحلیل و تحریم، یعنی اینکه اگر ایشون میفرمایند همین یعنی سخنران قندوزی فرمودن که اگر بنده حلال خدا را حرام قرار بدم و حرام خدا را حلال قرار بدم، یا چیزی که جایز بنده ناجایز قرار بدم، یا چیزی که ناجایز بنده جایز قرار بدم، ایشون صاف اعلام نمودن که در این صورت بنده از ایمان خارج میشم. لذا همین اصولی که این بزرگوار در این قسمت بیان نمودن، بنده طبق همین اصول که ما هم خودمون را اهل مذهب حنفی میدونیم و ما حنفی مذهب هستیم، حنفی مسلک هستیم و ما هم مدعیین هستیم که باید انسان خصوصا علما قراره که
غلط فکری هایی را در جامعه روشن بکنن و تصحیح بکنن و راهنمایی بکنن، لازمه که با سند حرف بزنن و اینطور نباشه که از نزد خودشون به قول ترکمنی از جیب خودشون بیان چیزی را تحلیل بکنن یا تحریم بکنن یا چیزی را جایز یا ناجایز قرار بدن. ترتیب ما در این سخنرانی چنین خواهد بود که انشالله ما گوشه هایی از قسمت هایی از سخنرانی های این بزرگوار را که علیه جماعت تبلیغ شبهاتی را ایراد نمودن ما قسمت قسمت کردیم و در هر مرحله قسمتی از سخنرانی این بزرگوار را آورده و برای تفهیم غلط فکری این بزرگوار انشالله ما مطالبی را ایراد میکنیم. دو تا مطلب هست، یکی هست کسی که سخنرانی میکنه، کسی که در جامعه زحمت میکشه، بعضا بنابر غرض خودش مطلب حقی را ناحق جلوه میده و بعضا بنابر مرضی که داره این حق را ناحق جلوه میده. مرض همین مرض بی علمی هست، نمیدانه این مطلب در مذهب حنفی چطور است، در مذهب اهل سنت والجماعت این مطلب چطور است. لذا همین مرض بی علمی که بعضا در همه ما به نوعی وجود داره و چون چیزی را نمیدانه عوض این که بگه من نمیدانم، بنابر همین مرض بی علمی میاد و مطالبی را ایراد میکنه که این مرض باعث میشه انسان حق را ناحق جلوه بده، جائز را ناجائز قرار بده. اما بعضی هستن که از روی غرض هستن، یعنی میدونن حق کدومه، ناحق کدومه، جائز کدومه، ناجائز کدومه، اما بنابر همین غرض شخصی خودشون که قبلا حرفی زدن و تابع هوا هوس خودشون شدن، میان حق را ناحق جلوه میدن. چند وقت پیش یکی از دوستان مطلبی را از بنده پرسید که حافظ در کل منطقه ما همه ما ادعای حنفی مذهب داریم و همه ما همین کتابایی که ما میخونیم نصاب علمی ما درست همه با هم برابر نیست، اما همه تابع مذهب حنفی خودش نمیدونن، کتابایی هم که خوانده میشه مال حنفی مذهب است. پس این همه گروه و فرقه شدن این به خاطر چیه؟ گفتم که شما بهتر این جواب را از قرآن ما بگیریم. الله متعال از اعماق قلوب ما خبر داره. الله متعال فرمودن که وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، یعنی اینا قسمت نشدن، گروه نشدن علما یهود نصارا، مگر اینکه بعد از اینکه علم به اینا آمد. اینطور نبود که بی علمی باشه، مرض بی علمی در اونا نبوده، بلکه اونا حقیقت دانستن، الا مگر به خاطر چی با هم دیگر اختلاف کردن و گروه و فرقه شدن. الله متعال میگه الا بغیا بینهم، این به خاطر حسادت بعضی ها باعث بر همین میشه که در میان امت اسلامی تفرقه به وجود بیاد و گروه و فرقه بشه. خب الله متعال به همین ما توفیق بده. قسمت هایی از سخنرانی این بزرگوار را با هم میشنویم و انشالله همینطور تیکه قسمت جلو رفته انشالله شبهات این بزرگوار را ما بنابر طبق مذهب اهل سنت والجماعت و مذهب حنفی قراره انشالله بدیم. البته در دو سه مورد که این بزرگوار همین اصول اهل سنت والجماعت چیزایی را که ما با هم توافق داریم بیان نمودن، بنده اول همین قسمت هایی را که این بزرگوار با ما توافق دارن بنده همین قسمت ها را اول آوردم و بعد انشالله میرسیم به قسمت شبهات این بزرگوار که انشالله در این قسمت هم در مابین صحبت های این بزرگوار بنده توضیحاتی را انشالله اراده میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.